و از تردد خودداری بفرمایید. قابل ذکر است درهای سالن تا پایان اجرا بسته خواهد بود. با تشکر. بازرگان رو دارم. ستمگر سرمایه‌دار. من هم نقش باربر رو دارم. ستم دیده رنج کشیده. امکان نداره ما در این نمایش نقش باربر رو داشته باشیم، اما مشقات کولبران شریف کردستان رو به خاطر نیاریم. این نمایش را به کولبران کردستان تقدیم می‌کنیم. سفر گروهی شامل یک بازرگان
بازرگان و 2 خدمتکار. خوب بنگرید چه میکنند. رفتارشان به چشمتان عادی میآید. ناهنجارش بیابید. در پس کارهایشان آنچه را که ناپسند است کشف کنید. در پس قاعده مسلم نامعقول را تمیز دهید. به کمترین حرکتی اگرچه ساده باشد بدگمان باشید. رسم و قانون را به راحتی نپذیرید. اول ضرورت آن را جویا شوید. التماس می‌کنیم در برابر حوادث هر روزه نگویید تمیز. در عصری که آشفتگی فرمانروا و خون روان است، در عصری که امر به آشوب می‌کنند، در عصری که خودکامگی، قدرت و قانون به خود می‌گیرند، در عصری که انسان دوستی از ما دور شده است، هرگز نگویید تمیز. تا هیچ چیز تغییر ناپذیر شمرده نشود. حال ببینید حکایت این سفر را. رقابت در جاده شلوغ. یکم سریعتر باید بهشون برسیم. زود باشین تن لشا. ما باید تا 2 روز دیگه در اسکیهان باشیم. هر طور شده باید یه رو جلو بیفتیم. بجان بی دیگه. یلا دیگه. من کارن لنگمن بازرگانم. سرمایه دار.
حالا خدا رو شکر سرچشمه و منبع ثروت من برای همه روشنه. من از راه غیر قانونی چیزی به دست نیاوردم، از راه راست منحرف نشدم. برای همین بر افکار عمومی علی خصوص مقامات نظامی و دولتی ثابت شده که من فردی درستکار و پاکم. البته شاید برای بعضیا سرچشمه و منبع ثروت من پوشیده باشه، این خیلی طبیعیه. همونطور که شهرداری طبق قانون و مقررات تمام سرچشمه های آب و فاضلاب و غیره رو سرپوش میذاره، منم تابع قانونم، مرد قانونم. خب بگذاریم. من دارم به ارگا میرم تا درباره خرید امتیاز نفت وارد مذاکره بشم. البته همیشه کارهای معاملاتیم را با تلفن حل و فصل میکنم، اما این بار ناچارم، خودم باید حضور داشته باشم. مردم کمتر منو میبینن، بله اکثرا پشت پردم. رقبای من با همون سرعت من دارن به ما نزدیک میشن. هر کی زودتر برسه معامله رو برده. راستشو بخواین من این راهو تا اینجا با کمترین مدت معمول طی کردم. با آدمام یکم با خشونت برخورد کردم، اما متاسفانه رقبای من همچنان دارن پا به پای ما میان. اینا باز دوباره دارن به ما نزدیک میشن. دیگه این بار برا بجنبونش. بجنب دیگه لعنتی. تو رو برای همین کار استخدام کردم. شما اینجا نیومدین که به خرج من گردش کنید. میدونی همچین سفری چقدر برای من خرج برمیداره؟ ها؟ البته پول شماها که نیست، ولی خوب گوش کن ببین چی میگم. اگه کم کاری کنی ازت به دفتر کاریابی ارگا شکایت میکنم. میدونم بارت سنگینه، اما باید تندتر را بیفتیم. بشم دیگه. میدونم بارت سنگینه، اما باید تندتر برید. با این لک که دستور نمیدن. بهتر بود یه راهنمای دیگه و با یه پول بیشتری استخدام میکردم. سرآخر برد با من بود. حتی گاهی اوقات که خسته میشدم میتونستم سوار پشتش بشم. سوارشی؟ پول بیشتری میدادم. دیگه این مردکو مشتملش بده. اصولا من طرفدار زدن نیستم، ولی اینجا دیگه کتک لازمه. اگه دیر برسم فرض شکسته میشم. اقرار کن. باربری که استخدام کردی برادرته، فامیلته. برای همین نمیخوای بزنیش؟ آره؟ منم سال شماها رو خوب میشناسم. یالا کتکش بزن وگرنه اخراجت میکنم. خداوندا دارم به ما میرسن. بزن آقا بزن، اما یه جوری بزن که بتونم خودم رو تا ایستگاه هم برسونم. آهای جاده ارگاه همینه. آهای دوستان سب کن ما هم برسیم. باید شورتو ببرم. برو گم شو دیگه. بجنبین دیگه. 3 روزه دارم به افرادم فشار میارم تا تندتر راه برن. 2 روزش با فش و دگدگ، 1 روزم با وعده و وعید. اما متاسفانه رقیبای من همچنان دارن پشت سر ما میان. من یه نقشه‌ای دارم. تمام شب دوم راه میرم، رد پامو گم میکنن، از میدون دیدشون خارج میشم و روز سوم به ایستگاه هان میرسم. 1 روز زودتر از همه رقیب‌ها. راه میرم روز و شب، تا برسم زود برسم بی تاب و تب. کند نرن میزنمشون، اعتراض کنن میکشمشون. آدم باید قوی باشه که زودتر برسه، ضعیف باشی جا میمونی یا که اصلا نمیرسی.
میرم راه میرم روز و شب تا برسم زود برسم بیتاب و تب گند نرن میزنمشون اعتراض کنن میکشمشون آدم باید قوی باشه تا این که زودتر برسه ضعیف باشی جا میمونی قوی به مقصد میرسه هستن کسایی از روی نفهمی به من ایراد میگیرن چرا نمیگم این همه ثروت و دارایی رو از کجا آوردم؟ خب به تو چه مربوطه؟ اصلا درک نمیکنن که منبع ثروت و دارایی ما طبق قانون و مقررات باید پوشیده بمونه. گذشته من همه میدونن، همه باخبرن. من گذشته بی اندازه روشنی داشتم، هیچ وقت در تاریکی به سر نبردم. همین الانم هر اتاق خونه من چراغ‌هایی به روشنایی 600 لامپ آویزونه. هیچ وقت از تاریکی نترسیدم و این هم از سایه قدرتمند قانونه. من همیشه گفتم زنده باد قانون. خب بگذاریم. خدا رو شکر به ایستگاه هان رسیدیم، یه روز زودتر از همشون. آدم هم رمقی براشون نمونده، دلشونم از دست من خونه. مبارزه کردن، رکورد شکستن. البته مجبورشون کردم یکم بیشتر از حد معمول به خودشون فشار بیارن. اینا مرد میدونش نیستن، یه مشت بدبختی بی سر و پا که به زمین چسبیدند، همینو بس. اما خدا رو شکر جرأت نفس کشیدنم ندارن، چون هنوز اینجا پلیس هست که نظم رو برقرار کنه. همه چیز به قاعده است آقا. عوارض، مالیات، کمک به صندوق دولت، همه چیز پرداخت شده؟ بله بفرمایید. نه مهر و مدرک. از وضع جاده ها از آدماتون راضی هستین؟ به جای 4 روز 3 روزه خودمو اینجا رسوندم. البته وضع جاده ها افتضاحه، اما من بخوام کاری رو که انجام بدم اونو به بهترین شکل ممکن انجامش میدم. راستی اوضاع جاده های اونور ایستگاه هان چطوره؟ از این به بعد چه جاده‌ای پیش روی من خواهد بود؟ از این به بعد شما وارد کویر جایی میشید که توش هیچ کس و هیچ استراحتگاهی نیست. ها؟ نیست؟ ببخشید میشه چند تا پلیس همراه ما بفرستید تا مراقب و مواظب ما باشن؟ جبران میکنم. ارزش نداره. نه آقا، ما آخرین پاسبان‌هایی هستیم که سر راهتون میبینید.
اخراج راهنما در ایستگاه هان. از وقتی که بازرگان با پلیسا برخورد کرده لحنش کلاً با ما عوض شده، مهربون شده. این باربر هم با این حال خسته و کوفته‌ای که داره نمیدونم چطور تارگا بکشونم. روی هم رفته رفتار مهربون بازرگان نگرانم کرده. نمیدونم چه آشی میخواد برمون بپزه و چه حیله‌ای سوار کنه. مدام داره قدم میزنه و فکر میکنه. از فکر کردن اینا به ما فقط ضرر رسیده. ولی به هر حال من و باربر ناچاریم همه چیز رو تحمل کنیم، چون یا پولمون رو نمیده یا درست وسط کبیر ولمون میکنه. بیا سیگار بردار. من میدونم شماها برای یه پک جانانه حاضرین خودتون رو به آب و آتیش بزنید برای اینکه اون دود سیاه رو وارد حلقتون بکنین، چه کارهای زشتی که ازتون سر نمیزنه. ولی خدا رو شکر سیگار به اندازه کافی با خودمون آوردیم. سیگارامون تا ارگا دووم میاره. سیگارامون دیدید گفتم خودمونی شده؟ بیا بشین دوست من، چرا نمیشینی؟ اینجور سفرها آدما به هم نزدیک میشن. بیا بشین. البته اگرم ترجیح میدی که وایسی بین خودته. هر کسی برای خودش آدابی داره. معمولا من نمیام کنار تو بشینم، تو دلت نمیخواد کنار باربر بشینی. تمام نظام دنیا به این تفاوت و فاصله هاست. البته این باعث نمیشه که نتونی با هم سیگاری بکشیم ها؟ من از همینت خوشم میاد. تو برای خودت مقام و مرتبه‌ای داری. حالا برو رب دو شام و بیار. قربان. چکمه هامو در بیار. بوش چطوره؟ کپتن بلکه، جدیدترین تنباکوی سال. راستی دوست من، میتونی بری گیتارتو منم بچه که بودم به تئاتر علاقه داشتم، یادش بخیر. مادر بزرگم همیشه میگفت پسرم تو این مملکت هنر ول معطله، وقت خودتو تلف نکن، بدبخت میشی، از تو هنر پولی در نمیاد، مگه اینکه به هر سازی که میزنن قیر بدی و فرش بدی. با اون هیکل گندش یه قریم میداد. الان برو گیتارتو بیار برام بزن، یه قرم بده که ما خوشمون بیاد. الان وقت استراحته. چشم قربان، اما غیری تو کار نیست. مردای سینما به اندازه کافی بیخود قرش میدن. میخواستم یه هشداری بهت بدم. یادت اون موقع که دستتو رو باربر بلند کردی چه نگاهی بهت کرد؟ از اون نگاه ها که هیچ بوی خیری ازش نمی اومد. تازه تو روزهای آینده مجبوری بیشتر مشت و مالش بدی، شایدم شدیدتر، چون ما میخوایم سریعتر برسیم. این باربره آدم ناتوییه، شاید اونجوری که هست تو بیابون بخواد خودشو نشون بده. این جاده هم که ما میریم هیچکی نیست، بر برهوت بیابونه. زیاد بهش رو نده، بهش نزدیک نشو. تو از اون بالاتری، درآمد بهتری داری، تازه هیچ باری هم حمل نمی کنی. باور کن شاید اون بخواد کینه تو رو به دل بگیره. مأموریت نفتی ما خدمت به بشریته. حالا برو با باربر محکم اساسا رو محکم بسته بندی کنید. آب فراموشت نشه. این جاده ای که ما میریم چاه زیادی توش نیست. برو. من نباید بذارم این دوتا یکی بشن. خدمت به بشریت.
بشکه ها 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 ای بشکه ها ای بشکه های روسیا ای درونتان پر شده بشکه های روسیا خود اگرچه بی‌بها و قیمتی حاملان خون پاک ملتی آن کجا ره می سپارید این چنین آسمیدن در کدامین سرزمین خون ما شد در کدامین تن روا بشکه ها بشکه ها بشکه ها ای بشکه ها بشکه ها ای حاملان زندگی ای درونتان روشنی تابندگی ای ز هستیتان دیارم غرق نور ای شماها آیت شوق و سرور با شماها ما قرین شوکتی رهروان قله های عزتی بشکه ها بشکه ها بشکه ها ای بشکه ها مگذارید از نیلی عرفان ما همراه دزدان بی ایمان ما دیوها ای دیوهای ساده ای قضاوت از شما زشتان خجل ناکسان نامردها مزدورها قطره‌ای هم سهم ما از بشکه ها ناکسان نامردها مزدورها قطره‌ای هم سهم ما از بشکه ها قطره‌ای هم سهم ما از بشکه ها بی وطن ها پست ها بی مایگان ای شما از زشتکاری ممنونم از شما در کشور من نور نیست ناله ای جز ناله شبکور نیست ای گروه بردگان خود فروش حلقه دشمن شما را به گوش از شما ها کشورم ویران شده پایمال چکمه دیوان شده همتی آزادگان طغیان کنید خانه اهریمنان ویران کنید همتی آزادگان طغیان کنید خانه اهریمنان ویران کنید خانه اهریمنان ویران کنید بشکه ها بشکه ها بشکه ها ای بشکه ها ای بشکه های روسیا بازرگان همش میگه نفت رو از شکم زمین بیرون آوردن خدمتی به بشریته. میگه که اگه نفت رو از شکم زمین بیرون بیارن اینجا راهن میکشن، همه غرق نعمت میشن. اون وقت من برای گذران زندگیم چی کار باید بکنم؟
نگران نباش، خطا هم برای همین امروز فردا که نیست. تازه من شنیدم چاه نفتو که پیدا کنن غایبش میکنن، سر سوراخی رو میبندن، به کسی هم که چاه نفتو پیدا کرده پول زیادی میدن که مبادا این سر رو با کسی در میون بذاره. اصلا به خاطر همین این یارو بازرگان اینقدر عجله داره. اون چه که اون میخواد نفت نیست، اون پول میخواد تا به کسی بروز نده. من که نمیفهمم. هیچکی نمیفهمه. فقط اینو بدون وضع ماها زیاد تغییر نمیکنه. راهی که از کبیر میگذره چی؟ لابد خیلی بدتره. خدا کنه که پاهم تا آخر دووم بیاره. البته که دووم میاره. این برا دوست است؟ آخه از بعضی حرکات مشکوک میبینم. مگه میشه تو این جامعه دوست نباشه؟ تا وقتی که هنوز نزدیک ایستگاه هستیم باید حواستو خوب جمع کنی، چون پر راهزن و پشت تپه‌ها قایم میشن. بقیه راه چطور؟ سخته؟ از رود مر که بگذریم عمده کار همینه که خط 4 رو بگیریم و پیش بریم. تو راه خوب بلدی نه؟ آره. چشم ما روشن. داره با بربر حرف میزنه. بهش گفته بودم که ازش دوری کن. نشسته باهاش سیگار میکشه. عبور از رود چی؟ لابد خیلی مشکله. معمولا تو این فصلا نه، ولی موقع طغیان آب جریان خیلی تند میشه، خطر جانی داره. خب چه باید کرد؟ غالبا 8 روز باید صبر کنیم تا بشه بی خطر از آب گذشت. چشم ما روشن. داره بهش سفارش میکنه که مراقب جون عزیزش باشه. آدم خطرناکیه. من شرط میبندم اینا تو بیابون دست به یکی میکنن. اون موقع اونا 2 میشن در مقابل من یکی. به هر حال اباحتی نسبت به باربر نداره، ولی من میدونم که تو بیابون با مدارا میکنه با این باربره. هر طور شده باید شر این راهنما رو از سرم وا بکنم. بهت گفته بودم که وارسی کنی ببینی بسته بندی محکمی یا نه. حالا ببینم این کارو کردی؟ بیشتر تو به این میگی بسته بندی؟ تنها پاره شد. اگه تو بیابون این تنها پاره بشه میدونی یعنی چی؟ یعنی یه روزمون به هدر میره. البته تو همینو میخوای، روز هدر دادن. من دنبال هدر دادن وقت نیستم. تنها هم تا به زور نکشی پاره نمیشه. تازه داری با من یکی به دو میکنی آره؟ تنها پاره شد یا نه؟ اگه جرأت داری تو چشام نگاه کنه بگو پاره نشده. اصلا نمیشه به تو اعتماد کرد. من میخواستم با تو رفتار شایسته ای داشته باشم، ولی با امثال شماها این کار اصلا خوب نیست. تازه تو فایده چیه؟ کمترین جذبه رو کارگر من نداری. میبایست میرفتی باربر میشدی نه راهنما. دلایلی هم دارم که کارگر منو بر علیه من تحریک میکنی. چه دلایلی؟ خیلی دلت میخواد بدونی ها؟ خیلی خوب. تو اخراجی. نه شما نمیتونید بدون دلیل منو وسط راه اخراج کنید. برو خدا رو شکر کن که گزارش تو به دفتر کاریابی ارگان میدم. برو گم شو. نباید بدون دلیل ما رو اخراج کنید. کارخونه متعلق به منه. تازه این یه دونه از 45 کارخونه ایه که من دارم. با شما کار نمی کنم. در اینجا گل میگیرم. شما هم هر اعتراضی که دارین میتونین برین شکایت کنین. من که اخراج شدم 8 ماه هر روز دنبال کار گشتم. بیرونم که کردن نتونستم به خانوادم چیزی بگم. به خاطر همین هر روز از خونه میزدم بیرون و سرگردان کار میشدم. وقتی که بیکار شدم روم نمیشد تو سفره خودم دست راست کنم. 3 ماه طلب داشتم که فقط 1 ماهشو بهم دادن. حقوق 4 ماه هم رو ندادن. وقتی که اعتراض کردم به دفتر احضار شدم. مدیران شرکت مثل گرگ دورم کردن. اشکمو در آوردن که چرا طلب خودم رو خواستم. آخر سر هم اخراج شدم. وقتی که اخراج شدم مدتی قاطی کردم. بی خود عصبانی می شدم. به خودم به همه گیر می دادم. 3 ماه حقوق معوقه داشتم.
ندادم. با یه چارپایه و یه ویترین فلزی رو به سیگار فروشی آوردم. تا نیمه های شب کار میکردم ولی زندگیم نمیچرخید. مریض شدم. کم کم افسردگی گرفتم. با یه بچه یتیم نمیدونستم چی کار کنم. رو به قاچاق آوردم. تا مدیر منو اخراج کرد ناگهان مثل برق بهش حمله کردم و اونو کتک زدم. یکی از عواملی که معتاد شدم همین بیکاری بود. از بیکاری به هر کار پستی تن میدادم. شبا خوابم نمیبرد، نمیدونستم چیکار کنم. صبح توی پارک میخوابیدم. شخصیت خودم رو گم کردم. دیگه به هیچ چیز اهمیت نمیدادم. سر از زندان در آوردم. من یه مادر مریض داشتم. خیلی خواهش کردم که اخراجم نکنن. التماس کردم، گریه کردم. خیلی دنبال کار گشتم. همه جا سر زدم اما زنم بعد 8 ماه ازم طلاق گرفت. زن و بچه ندارم، حالیش نیست. بالاخره بعد از 1 سال کار پیدا کردم، اما صاحب شرکت بیشرف به من چشم داشت. ناچار شدم کارو ول کنم. مزدت پول مسافتی رو که با ما اومدی. مهمان خانه دار. بله قربان. شما شاهد باش که همه حقش رو بهش دادم. بهتره دیگه تو ارگا پیدات نشه. تو هیچ وقت تو زندگی نمیتونی خودتو بالا بکشی. بهتره بری همون هنرمند شی، گیتارتو بزنی. شما هم شاهد باش که من امروز تنها با این مرد از اینجا حرکت میکنم میرم. یعنی چی تنها؟ نمیفهمه. یعنی هیچکی نیست که بفهمه من کجا رفتم. این پدر سوخته ها خوب میفهمن این جور جاها نباید شهادت بدن. چی شده؟ کار بدی کردم که پلوت نشستم. مواظب باش، مرد بدجنسیه. میخواد مثل دالپا رو پشتمون سوار شو، پاشو دور گردنمون بپیچه. این دالپا اگه سوارمون شه تا خفمون نکنه پیاده نمیشه. نمیدونم چطور میخواید راه پیدا کنید، اما این قمقمه رو بگیر، قایمش کن، چون مطمئنم راهو که گم کنی قمقمت رو ازت میگیره. حالا هم بیا تا راه واسط بگم. نه نگو. اگه بفهمه که داریم با هم حرف میزنیم بیرونم میکنه، بیچاره میشم. کسی هم نیست که مجبورش کنه مزد منم بده. من مثل تو عضویش دادیه نیستم. مهمان خانه دار. همه چیزو تحمل کنم. مهمان خانه دار. این نامه رو به اونایی بده که فردا از اینجا رد میشن و راه ارگا رو در پیش دارن. باشه؟ حالیت شد؟ چشم قربان. من امروز با این مرد از اینجا دارم میرم. تنها؟ اون که راهنما نیست، راه بلد نیست. نگفتم میفهمه خودشو به نفهمی میزنه؟ این پدر سوخته ها فقط نمیخوان شهادت بدن. خیلی خوب، بیا راه ارگا رو به باربرم نشون بده. چشم قربان، چشم. راه سختی رو پیش رو خواهم داشت. زمین چرا نفتشو به من بده؟ باربر چرا اساس منو حمل کنه؟ ای نفت به چنگت میارم. در این رقابت بزرگ هر کی بخواد زود برسه، نفت و زمین در دستشه، به هر کی میخواد میرسه. من از همه جلوترم، رقیب ها پشت سرم، همشون جا میذارم. من چاه نفت رو میخرم، همشون جا میذارم. من چاه نفت رو میخرم. ای نفت به چنگت میارم، ای نفت
به چنگت میارم ای نفت، به چنگت میارم ای نفت، به چنگت میارم. حالا راه بلدی؟ بله ارباب. از راه بیفت. زود باش دیگه، معطلش نکن. یه جا دیگه. گفتگو در جاده خطرناک. حالا میفهمم پدر بزرگم برای نگهداری از ثروت و داراییش چه زحمتی کشیده، با چه آدمایی سر و کله زده. این ثروت برای من ثروت خدادادیه، چیکار میشه کرد؟ خب اگه منم با عرضه باشم که میبینید که هستم، منم به ثروت اون مرحوم اضافه میکنم. خدا بیامرز مادر بزرگم همیشه میگفت کارل پسرم، تو شانست بلنده، دست به هر چی بزنی طلا میشه. درست میگفت. هر چی رو که میخریدم بعد یه مدتی تو انبار میموند خود به خود طلا میشد. حتی زمینایی تو نورلند ناکجا آباد رو میخریدم، بعد یه مدت که میخواستم بفروشم خود به خود نرخ طلا رو پیدا میکرد. خب این از شانس بلند منه و دعای خیر مادر بزرگم پشتشه. یارو راه افتاده و داره آوازم میخونه. ولی باید برم هنوز. هر وقتی ارباب بذاره خستگی تو در میکنی، دلش نخواد باید با این سر بکنی. چه آدمی بیخیالی؟ این دور و بر پر راهزنه، اون داره آواز میخونه. من همیشه از این راهنمای بدم میومد، گاه بیادب بود و حاضر جواب، گاهی هم چاپلوس و متملق، اصلا نمیشد بهش اعتماد کرد. بله ارباب. زنم در انتظارمه، پاهم دیگه نا نداره، باید به ارگان برسم، با این پاهای خستم برای بچه و زنم، مزدمو به خونه ببرم. راستی چرا اینقدر سر حالی و آواز میخونی؟ خوشحالی راهنمام شدی؟ یا واسه اینه که چیزی رو برای از دست دادن نداری؟ هر چی رو که ازت ببرن مال تو نیست، مال منه، نه؟ نه ارباب. زنم در انتظارمه، پاهم دیگه نا نداره، تو این بیابون بزرگ. بس کنی خوندنتو! پاهم دیگه نه داری زنو بکنید. الان چه وقت آواز خوندنه؟ صدا تو باید تا خود ارگا بشنون.
جز اینکه راهزنا به سرمون بریزن چه فایده ای داره ها؟ فردا که رسیدیم هر چقدر که دلت خواست نواز بکن. بله ارباب. بله. اصلا هیچ معلوم هم نیست که دزدا بهش حمله بکنن بتونه دفاعی هم از خودش بکنی یا نه. حتی یه ثانیه مال منو به چشم مال خودش نمیبینه. در صورتی که وظیفه‌ش از مال من نگهداری کنه. بیا الان هم سرشو انداخته پایین داره میخنده. معلوم نیست چی تو فکرش داره. راه اون بلده. من چرا جلو افتادم؟ ای! داری چیکار میکنی؟ ها؟ ارباب رد پاهامونو تمیز میکنم. برای چی؟ از ترس دوستا. اوه از ترس دوست ها؟ ولی باید معلوم باشه تو منو کجا میبری یا نه. یالا جلو بیفت. به جا دیگه. شایدم پاک کردن رد پاهامون فکر بدی نباشه. نمیدونم. در برابر رود خروشان. ارباب اینم رود. در این پس معمولا عبور ازش دشوار نیست، اما موقع طغیان آب جریان آب خیلی تند میشه، خطر جانی داره. ببینید ارباب رودخونه طغیان کرده. باید عبور کنیم. غالبا باید هر سوز منتظر موند تا بشه بی خطر گذشت. نمیخواد حرفای اون راهنما رو برای من بلغور کنی. ما حتی نمیتونیم یه روزم صبر کنیم. پس باید به دنبال راه عبور کم‌عمق‌تری باشم یا یه قایق. ما نمیتونیم، وقت گیره. نمیشه. آخه من خیلی کم شنا بلدم. آب اون قدرم بالا نیست. ارباب نگاه کنید آب خیلی هم بالاست. وقتی که رفتی تو آب اون موقع میفهمی خیلی هم خوب میتونی شنا کنی. ببین شاید تو عقلت نرسه، من خودم در جایگاه مقام بالاتر از تو قرار دارم، جونمو به خطر میندازم. اصلا تو میفهمی ما برای چی داریم به اورگا میریم؟ ها؟ برای اینکه به بشریت خدمت کنیم. اگه نفتو از زیر زمین بیرون بیارن اینجا راحت ساخته میشه، همه در ناز و نعمت، همه در رفاه و آسایش، برای همه کار پیدا میشه، خونه، ماشین، پوشاک و خدا میدونه چه چیزهای دیگه. این کار کی میکنه؟ ما. پیشرفت، اقتصاد پویا، اینا چیزایی که در پایان سفر ماست. ها؟ تصورشو بکن، چشم همه مردم به تو دوخته شده، به تو یه آدم معمولی میشنوی احمق، بعد تو در انجام وظیفت دودلی. آخه من خیلی کم شنا بلدم، وگرنه مزدمو به خطر نمینداختم. منم جونمو به خطر انداختم، منم زندگیمو به خطر انداختم، ولی تنها چیزی که برای تو مهمه همون دستمزدته. بله، چه عجله کنی؟ نفع تو در اینه که وقت بگذرونی، چون روزمزدی. مسابقه و تلاش اصلا برای تو اهمیتی نداره، برای اینکه تو فقط به فکر اون حقوقتی. چی کار کنم؟ این هم رود، رودی با آبی خروشان. دو مرد بر ساحل ایستاده اند، یکی بر آب میزند، آن دیگری دو دل است. آیا آن یکی دلیر است؟ این یکی بزدل؟ آن سوی رود پرخطر معامله‌ای در جریان است. آن که زینف از شنا می کند، قدم بر ملک خود می گذارد، میوه‌ای می خورد و مشروبی می آشامد، با معامله‌ای پرسود. اما دیگری با بار سنگینی از خطر می گذرد، می رسد نفس زنان و درمانده به هیچ، و باز خطرهای دیگری در کمین تن رنجورش. آیا هر دو دلیرند؟ هر دو خردمندند؟ افسوس، هر دو بر رود چیره خواهند شد، اما بر ساحل گسترده تنها یک تن پیروزمند است.
آن که میگوید ما، منظورش تو و من نیست. ما بر رو چیره شده ایم، اما این تویی که بر من چیره ای. برای چی داری لفتش میدی؟ را بیفت دیگه. ارباب خواهش میکنم حداقل بذار یه چند ساعتی رو استراحت کنم. از کشیدن این بار سنگین خسته شدم. بعد استراحت شاید بهتر بتونم از رود عبور کنم. ولی من یه وسیله بهتری رو سراغ دارم. هفتیرم و پس کلت میذارم. اون موقع میفهمی که خیلی هم راحت از رودخونه عبور میکنی. من دیگه خطرات عبور از آبو نمیفهمم. پای حفظ یه معامله هنگفت در میونه. ترس و استراحت. و بدین سان آدمی بر رود، بر بیابان پیروز خواهد شد. بر انسان غلبه می کند و به دست می آورد هر آنچه را که می خواهد. قبلا هم که بهت گفته بودم چون بازو تو رودخونه شکسته دیگه نیازی نیست امروز چادر بزنی. البته نمیشه این اتفاقی که برات افتاد منو مقصر بدونی، چون ممکن بود همون تنه درختم رو خود منم بیفته. ولی خب چاره نیست. این از خطرات سفریه که من به اون اقدام کردم. الان پول نقد همراه ندارم، ولی تو ارگا جبران میکنم. بله ارباب. چه جواب کوتاهی. تو هر نگاش پر از کینه و سرزنشه. موذی تر از این جماعت تو دنیا پیدا نمیشه. واقعیتش اینه که بدبختی و ذلیلیشو من بیشتر احساس میکنم تا خودش. یه دست کمتر. چه اهمیتی داره؟ این بدبخت بیچاره ها فقط سرشونو تا لبه کاسه غذاشون بلند میکنن. البته ما بهشون اجازه نمیدیم این کارو بکنن، چون اگه سر راست کنن و چشم باز کنن تمام دنیا رو میخورن. خدا رو شکر ذاتاً عاجزند و مقید خودشون هم نیستند. همینطور که ما چیزای قناس رو به درد نخور و دور میندازیم، اونا خودشونو دور انداختن. عاجزند و درمونده. همینطور بهتر. فقط آدمای سالم و قوی اهل پیکارند. عاجزا میمیرند، قویا میمانند. همینطور بهتر، همینطور بهتر، همینطور بهتر. ضعیفا رو بذار بمونن و لگد کوبشون کن. همینطور بهتر، همینطور بهتر، همینطور بهتر. همه قویا رو یاری میکنن و ضعیفا رو لگد کوب میکنن. همینطور بهتر، همینطور بهتر، همین
پای سفره رنگین مرد پیروز می نشیند. همینطور بهتر، همینطور بهتر، همینطور بهتر. وقتی خدا داشت همه چیز رو می آفرید، ارباب و نوکر هم آفرید. همینطور بهتر، همینطور بهتر. ایست! همون جایی چستی بایسا. داری چی کار میکنی؟ ارباب چادر رو برپاش کردم. تو این تاریک شب چرا دور و بر من پرسی میزنی ها؟ خوشم نمیاد. وقتی کسی بهم نزدیک میشه دوست دارم صدای پاشو بشنوم. وقتی هم با کسی حرف میزنم دوست دارم چشاشو ببینم. حالانم نمیخواد اینقدر نگران من باشی. برو بخواب. وایسا. لازم نکرده. برو تو چادر بخواب. برو تو چادر. چقدر از حرفامو شنید؟ الان داره چی کار میکنه؟ داره تکون میخوره. خدایا خدا کنه اخراجم نکنه. آخه با یه دستگاه کردن کار خیلی سختیه. توی همچین شرایطی اعتماد کار احمقاست. من تو رودخونه اونو علیل و ذلیلش کردم. باعث شدم که یه بازیشو از دست بده. اون همه توهین و تحقیرش کردم. بازم با این وجود برم تو چادر نزدیک اون بخوابم؟ اصلا کار احمقانه‌ایه که من امشب بخوابم. من امشب باید بیدار بمونم. هر طور شده امشب باید بیدار بمونم، نباید بخوابم. داری تکون میخوره. کثافت. کم نشده. مخیل شد. من نباید بخوابم. نباید بخوابم. بیدار بمونم. بیدار بمونم. بیدار بمونم. تقسیم آب. ببخش دوست من دیشب اصلا نتونستم بخوابم. خیلی خستم. اشکالی نداره ارباب. چرا وایسادی؟ ارباب جاده دیگه راه نداره، بنبسته. چی؟ ارباب صبر کن، اگه میخوای کتکم بزنی بزن، فقط به بازوی مجروحم نزن. مگه مهمون خانه راه نشونت نداد؟ بله ارباب. و وقتی ازت پرسیدم راه فهمیدی گفتی بله؟ بله ارباب. و نفهمیده بودی؟ ارباب. پس چرا گفتی بله؟ آخه همش میترسیدم اخراجم کنید. تنها چیزی که میدونم اینه که رد 4 رو بگیریم و پیش بریم. خب بگیر برو، رد 4 رو بگیر برو. آخه نمیدونم کجان. سعی نکن سر من کلاه بذاری. تو قبلا این راه اومدی، یقین دارم. ارباب بهتر منتظر اومدن اونایی که پشت سرمون میان باشه. نه، راه بیفت.
داری کجا میری؟ اینجا سمت شمال شرق این وره. وایسا ببینم چی فکر کردی ها؟ چرا وقتی باهات صحبت میکنم تو چشام نگاه نمیکنی؟ ارباب فکر کردم شرق اون طرفه. پدری ازت در بیارم که بفهمی چه جوری راهنما بشی. میدونی سر کدوم وری الان؟ نزن شاه کجان؟ آنجا. شاه کجاست؟ آنجا. ولی تو داشتی از یه جای دیگه نمیبردی. نه ارباب. چه اینطور؟ که از یه جای دیگه نمیبردی نه؟ نه میبردی یا نه؟ بله ارباب. شاه کجاست؟ شاه کجان؟ میدونی یا نه؟ میدونی یا نه؟ نه اون قمقمتو بده به من. میدونم ادعا کنم که تموم آب توی قمقمه مال منه، ولی اینو با تو تقسیم میکنم، نترس. مثل اینکه زیاده روی کردم، نمیبایست اینجوری کتکش میزدم. چرا چی؟ چرا اینقدر در مونده؟ چاره ای ندارم، باید مزدمو بگیرم. اما هیچ وقت مزدمون با این گرونی و تورم برابری نمیکنه. ناچیزه اما ناچارم. همون حقوق ناچیز رو هم به موقع پرداخت نمیکنن. وعده داده در ارگان مزدمو بیشتر کنه. اضافه کاری، شبکاری، شیفتکاری و باز هم این گونه تحقیر ما میکنن. میدونم شلاقایی که به سر و صورت شما میخوره چون دیده نمیشه دردش خیلی بیشتره. چرا نشستی؟ منش را بیافت. خواب از سرم پروندی. بیا این نصف آبم مال تو. را بیافت دیگه. بجم تن لش، بجم دیگه. ما قبلا این راه اومدیم، اینم رد پاهامون. ارباب پس خوب زیاد از جاده دور نشدیم. یلا زود با چادر بزن، من خیلی خستم. تو قمقمه هامون هم هیچ آبی نیست. قمقمه منم خالیه. دیگه راهی نمونده، باید دووم بیارم و خودم رو به این معامله هنگفت برسونم. اگه بفهمه من تو قمقمم آب دارم، اگه یه جو عقل تو سرش باشه منو میکشه. ولی اگه بخواد به هم نزدیک بشه شلیک میکنم. کاش همون رد چاهای قبلی رو پیدا کنم. آخه خیلی خستم.
خفه میشم. انگار یه تناب دور گردنم انداختن. آخی بیچاره داره از تشنگی خفه میشه. من باید اون قمقمه رو که راهنما تو ایستگاه بهم داد و بهش بدم تا از تشنگی نمیره. اگه بیانو ببینن که من یه قمقمه آب دارم و اون از تشنگی در شرف مرگه، منو میبرن دادگاه و محاکمه. تازه اگه اون بمیره کی میخواد مزد منو بده؟ اون سنگو بندازش. میگم اون سنگو بندازش. حیوون وحشی، حدسم درست بود. میخواست منو از پا در بیاره. حقت بود بمیری. دادگاه. بعد از گروه غارتگران دادگاست حکم قاضیان بر گور باربر که ناحق کشته شد دوباره ساطور کشیده شد. فرود آمد احکام قاضیان همچو ساطور سلاخان. مگر خنجر قاتل آنقدر که باید تیز نبود که نیاز به ضربه آخر بود؟ این کرکسان، بیمایگان، بیوطنها این گونه تبرئه میشوند در این دادگاه ها. این لاشخوران پنهان میکنند ستمشان در برگه‌ای به نام قانون در دستشان. شما زن همون باربری هستید که کشته شد؟ من راهنماییم که شوهرتون رو استخدام کردم. تو اومدن عجله کردم چون میدونم شوهرتون بیگناه کشته شده. دلیل اون رو هم با خودم دارم، تو کیفمه. بیا. شنیدم مدرک تو کیفت داری. یه نصیحت رو از من بشنو و اون تو کیفت در نیار. یعنی زن باربر نامید از اینجا برگرده؟ به فکر زن بچه خودت باش. دوست داری اسمتو تو لیست سیاه بنویسن؟ بابت نصیحتات ممنون، دربارش فکر میکنم.
دادرسی شروع میشه. همسر مقتول شروع کنه. شوهرم اساس این آقا رو در بیابان جایی هم میکرده. کمی مانده به پایان سفر این آقا او را با تپانچه کشته. من تقاضای اشد مجازات رو برای قاتلش دارم. هرچند که شوهرم رو به من بر نمیگردونه. شما تقاضای جبران خسارت هم کرده ای؟ بله، من و پسر بچه هم نانآورمون را از دست داده ایم. من شما رو سرزنش نمی کنم. شکایت مادی برای شما هیچ عیب و ننگی نداره. به فاصله کمی از گروه لانگمان بازرگان جوونی با گروه دیگه ای می اومد. راهنمایی که اخراج شده بود به اونا پیوسته بود. شما وقتی نزدیک شدید چی دیدید؟ بازرگان جز مقدار بسیار کمی آب در قمقمش چیزی نداشت. جنازه باربرش هم روی ماسه ها افتاده بود. شما اون مرد رو کشتین؟ ناگهان به من حمله کرد. چطور به شما حمله کرد؟ از پشت سر میخواست منو با یه سنگی از پا در بیاره. توضیحی برای علت حملش دارین؟ خیر. شما برای اینکه به افرادتون فشار بیارین میخواستین زودتر برسین؟ نه. راهنمایی که اخراج شده بود کجاست؟ منم. شما نظرتون چیه؟ تا اونجا که من میدونم بازرگان میخواست هرچه سریعتر خودش رو به اورگا برسونه تا امتیاز نفتی بخره. قربان شما بگید گروهی که جلوتر از شما بود سرعت غیر عادی داشت؟ خیر آقای قاضی. آقای لانگمان به اندازه 1 روز را از ما سبقت گرفت و همون را هم حفظ کرد. ولی برای این امر باید به افرادتون فشار آورده باشید. فشار؟ قربان من هیچ فشاری نیاوردم. این کار وظیفه راهنما بود. شما آیا بهتون دستور میداد که باربر رو تندتر به وادار به رفتن بکنید؟ من بیش از حد معمول اون رو وادار به تند رفتن نکردم. خیلی خوب بشین. حالا که اینطوره به شهادت مهمان خانه‌دار گوش میکنیم. بله قربان. شما بگین رفتار بازرگان با زیردستاش چطور بود؟ بسیار عالی بود. میخوای مردم رو بیرون بکنم؟ فکر میکنی اگه حقیقت رو بگی کسب و کارت لطمه‌ای میخوره؟ نه، بازرگان با راهنما رابطش بسیار خوب بود. حتی سیگارم بهش تعارف کرد. موزش تمام و کمال بهش پرداخت کرد. با باربرم رفتارش خیلی خوب بود. مهمان خانه شما آخرین ایستگاه در کنار پاسگاه پلیسه؟ بله، بعد از اونم بیابون برهوت جاهیه که تو هیچ آدمیزادی پیدا نمیشه. خیلی خوب فهمیدم. بشین. مهربونی بازرگان در ایستگاه هان در واقع یه مهربونی مصلحتی بوده، یه مهربونی موقتی و تا حدی میشه گفت یه مهربونی تاکتیکی. مثلا تو میدون جنگ این مسخره بازی چیه؟ برید سر جاتون بشینید. آقا این افکت بی مورد رو باید اینجا پخش میکردید؟ شما اصلا صدای آژیر خطر شنیدید؟ قربان صدای آژیر خطر برای اواخر جنگه. اوایلش همه چیز ناگهانیه. ممکنه همه ما توی خواب ناز باشیم. جنگ هم باید مثال ساده شروع میشه. چرت و پرت نگو. بشین. خانم شما چرا نظم دادگاهو به هم زدین؟ خجالت نمیکشید؟ ما در مورد حق شوهر شما بحث میکردیم. قربان شما مثال از جنگ زدین. مصیبت و بدبختی جنگ برامون تداعی شد. اشتباه من رو ببخشین. پوزش میخوام. دادگاه رسمیه. ادامه میدیم. همونطور که گفتم مهربونی بازرگان در ایستگاه هان یه مهربونی تاکتیکی بوده. تو میدون جنگ هم هرچه افسرها به جبهه نزدیکتر باشن مهربونترن.
هیچ فرصتی رو برای ابراز انسانیت از دست نمیدن. یه همچین مهربونی های البته کمترین معنایی نداره، مصلحتیه. قربانی یادم رفت که خدمتون عرض کنم در سراسر جاده که داشتیم میرفتیم اون داشت آواز میخوند، ولی وقتی که تهدیدش کردم به کلی آواز خوندنش رو قطع کرد. بیچاره دیگه تا آخر عمرش هیچ آوازی رو نخوند. من چشم به دنیا باز کردم، دیدم یکی زور میگه و ستم میکنه، یکی هم زور رو قبول میکنه. تا بوده همین بوده. من از بچگی یاد گرفتم که همیشه زور بگن تا اینکه ظلم رو قبول کنم. خیلی خب آقا، تو نری. پس حسابی باربر کینه شما رو به دل گرفته. البته با این حرفایی که زدید خیلی طبیعیه. تو میدون جنگ هم مثلا سربازا به افسرا میگن بله این جنگ مال شماست، ولی این ماییم که به جای شما میجنگیم. از این قبیل حرف ها که ممکن بود بازرگان به باربر بگه یا باربر به بازرگان بگه، بله تو به سود خودت میرسی، ولی منم به جای تو کار میکنم و زحمت میکشم. بله قربان، من باید یه اعترافی بکنم. وقتی که راهمون رو گم کردیم من یه دونه از قمقمه های آب رو با اون تقسیم کردم، ولی قمقمه دوم رو میخواستم برای خودم نگه دارم و به تنهایی بخورم. ممکنه اون شما رو دیده باشه که آب می نوشید؟ وقتی داشت از پشت سر با اون تکه سنگ به من حمله میکرد یه همچین تصوری داشتم. در سراسر بیابون جایی که داشتیم میرفتیم من شب و روز مراقب خودم بودم قربان. تصور این که اون نخواد یه روز تلافی بکنه این غیر ممکن بود قربان. اگه من اونو نکشته بودم اون حتما منو میکشت. من اعتراض دارم. شوهر من هرگز به کسی حمله نکرده. امکان نداره اون همچین کاری رو کرده باشه. اون اصلا همچین آدمی نیست. آرام باش، بشین. شما آروم باشید، من دلیل بیگناهی اون رو با خودم دارم. سنگی که باربر با اون تهدیدت کرده پیدا شده؟ این مرد رو از دست مرده در آورد پیش راهنماست. این همون سنگه؟ بله قربان، این همون سنگه. پس ببین چی توشه. روشن شد که اون مرد به هیچ وجه قصد از با درآوردن بازرگان رو نداشته. حکم دادگاه میتواند به نفع مقتول باشد؟ پس حکم دادگاه میتواند به نفع مقتول باشد. دیدی؟ بهت نگفته بودم که من دلیل دارم؟ اون بیگناهه. اون قمقمه رو من تو ایستگاه هان بهش دادم. مهمان خانه‌دار هم شاهده. اونم همون قمقمه منه. احمق الاغ، حالا خود او هم کارش ساخته است. محال است حقیقت داشته باشه. پس اون میخواست به شما آب بده؟ اما به گمان من اون سنگ بود قربان. نه سنگ نیست، یه قمقمه است. خوب نگاه کن. ولی من از کجا باید حدس میزدم که قمقمه است قربان؟ اون مردک برای چی باید به من آب بده؟ اون که دوست من نبود برای چی باید به من آب بده قربان؟ اما اون میخواست به شما آب بده. برای چی به اون آب بده؟ برای چی؟ احتمالاً برای اینکه فکر میکرد بازرگان تشنه است. بیشک کارش با انگیزه نیکوکاری و انسانیت بوده، یا شاید هم از حماقت، چون من یقین دارم اون کمترین کینه ای نسبت به بازرگان نداشت. پس باید خیلی آدم احمقی بوده باشه قربان. مردی که من باعث شدم اون یه بازوشو از دست بده، اون همه آزار و اذیتش کردم، معلوم بود که یه روزی تلافی میکنه قربان. عادلانه این بود که تلافی کنه. در مقابل یه مزد ناچیز پا به پای من زحمت میکشید، شایدم بیشتر. این چیزا رو هم میدونه. وقتی که خسته میشد و توان راه رفتن نداشت کتکش میزدم. اینو هم میدونید که نباید میزدید. تصور این که قبول کنیم که اون منتظر نبوده که تلافیشو در بیاره، باید قبول کنیم که اون کاملا دیوونه بوده. پس شما نظرتون اینه که باربر باید با کینه به شما حمله میکرد، همینطوره نه؟ بله، شما با کشتن اون بیگناهی رو کشتید، درست، ولی تنها به این علت که شما از نیت اون خبر نداشتی و ترسیدی. بله یه همچین چیزایی یه وقتایی برای پلیس هم اتفاق میفته.
دیده شده که پلیس ها به روی جمعیت اعتصاب کننده یه مش مردم آرامش طلب و کاملا بیگناه شلیک میکنن. برای چی شلیک میکنن؟ چون نمیتونن بفهمن چطور این مردم هنوز اونا رو از اسباشون پایین نکشیده و تکه تکه نکردن. اگه اونا تیر در میکنن برای اینه که میترسن و اینم که میترسن دلیلش عقل اوناست. شما نمیتونستید بدونید که این باربر یه مورد استثنایی بوده. استثنایی؟ بله قربان، آدم باید از قاعده پیروی کنه نه از استثناء. بله، باید با کینه به شما حمله میکرد. چشم در مقابل چشم. چه دلیلی داره باربر به جلاد ستمگر خودش آب بده؟ هیچ گونه دلیل معقول. دادگاه به شور می نشیند. قاعده و قانون این است، چشمی در مقابل چشم. احمق است آن که منتظر باشد برای استثناء. احمق اونی که در انتظار استثناء باشه. آدم عاقل توقع نداره که دشمنش بهش آب بده. در نظامی که آن را ساختید انسانیت استثناست. انسانیت استثناست. های انسان دوستی قدغن، این خصلت برایتان گران تمام خواهد شد. وای به حال کسی که چهره مهربان دارد. باز دارید آن کس را که به فکر یاری دادن به کس دیگری است. در کنار تو از تشنگی میمیرند، چشمهایت را ببند. در کنار تو مینالند، گوشهایت را ببند. از تو کمک میخواهند، قدم بر مدار. وای به حال کسی که خود را به دست دل بسپارد، به آدمیا بیدهی، غافل از این که گرگیست که می‌نوشد. تو از این نمیترسی دیگه هیچ چوی رو بهت ندن؟ ممنوع الکار، محرومیت اجتماعی. آخه ناچار شدم، باید حقیقت رو میگفتم. البته در صورتی که واقعا ناچار میشدی کسی شما رو مجبور نکرده بود. پس انسانیت کجا رفته؟ خونه یه بیگناه پایمال بشه؟ لطفاً بنشینید. دادگاه باز یه سوال از شما داره. شما در نهایت از مرگ باربر سود بردید؟ من؟ برعکس قربان، وجود باربر برایم خیلی ضروری بود تا در ارگا بتونم به کارهام برسم. تمام نقشه ها، گزارش هم همش رو کوله اون بود، داشت حمل میکرد. تمام زندگیم رو دوشش بود. هرچند که الان دیگه همش رو از دست دادم. پس بنابراین معامله‌ای که در ارگا داشتی و به انجام نرسوندی؟ البته که نه، دیر رسیدم، ورشکسته شدم، بدبخت شدم قربان. حالا که اینطور شد حکم دادگاه رو اعلام میکنم. برای دادگاه روشن شده که باربر با سنگ به ارباب خودش نزدیک نشده، بلکه با یک قمقمه. ولی با این قمقمه میخواد چیکار بکنه؟ به بازرگان آب بده؟ باور کردنی نیست. برعکس طبیعی تره که اون بخواد بازرگان رو از پا در بیاره. چرا؟ چون باربر از طبقه ای بود که برای خودش دلایلی داره که تصور کنه بازرگان حقشو خورده. عقلا اون نمیبایست از این نکته غافل باشه که جز با زور نمیتونست حق خودشو بگیره. مثلا در قبال تقسیم غیر عادلانه آب تو اون شرایط اهمیت زیادی داشته. بنابراین این انتقام گرفتن باربر از بازرگان ستمگر باید عادلانه باشه. توی این تصفیه حساب باربر چیزی از دست میداد؟ نه. اما
عقل به بازرگان هشدار میداد که سخت در خطره. بیابون برهوت اونو مشوش و مضطرب میکرد. نه پلیسی بود نه دادگاهی. اما این به باربر امکان میداد که به زور سهم خودشو بگیره. بنابراین عمل متهم از بابت دفاع مشروع بوده و اینکه آیا اون واقعا مورد تهدید بوده یا اینکه مورد تهدید خودشو تصور کرده اهمیتی نمیتونه داشته باشه. تو موقعیتی که بازرگان بوده میباید خودشو مورد تهدید تصور کنه. بنابراین متهم تبرئه میشه و دادخواست زن مقتول مردوده. من اعتراض دارم. شوهر من بیگناه کشته شده. من اعتراض دارم. بدین سان روایت این سفر به پایان میرسد. شما دیدید و شنیدید. آنچه دیدید یک حادثه معمولی بود که هر روزه اتفاق میافتد. با این همه از شما میخواهیم در پی کارهای هر روزه آنچه که نامعقول است کشف کنید و آنچه که معمولی است نگرانتان کند. آنچه که قاعده است رسمی نادرست بشناسید. هر جا اجحافی دیدید درمان آن را بیابید. Thank you.